سلام به همگی. امیدوارم حال همگی عالی باشه. تو این ویدیوها میخوایم مهمترین ساختارهای زبان انگلیسی رو یاد بگیریم. بریم سراغ ساختار اول. هر وقت میخوای بگی میخوام که یک کاری بکنم، از I want to استفاده کن و بعدش فعل بیار. دقت کن که فعلت باید infinitive باشه. infinitive یعنی فعل ساده. مثلا I want to learn English. من میخوام انگلیسی یاد بگیرم. I want to learn English. من میخوام انگلیسی یاد بگیرم. ببین learn ساده اومده. چند تا مثال ساده دیگه ببینین. I want to go outside. من میخوام برم به بیرون. go به معنای رفتن. outside هم یعنی بیرون. She wants to buy a car. اون خانوم میخواد ماشین بخره. اگر که بخوای بگی اون خانوم میخواد، اون آقا میخواد، اون میخواد، یعنی سوم شخص، برای she و he و it want باید اس بگیره. She wants to buy a car. اون خانوم میخواد ماشین بخره. We want to learn French. ما میخوایم فرانسوی یاد بگیریم. He wants to make a cake. اون آقا میخواد کیک درست کنه. ساختار دوم که به شدت پرکاربرده، وقتی که میخوای بگی نیاز دارم که I need to، بعدش دوباره فعل میاد به صورت ساده. I need to buy some groceries. یعنی من نیاز دارم بخرم یکم مواد غذایی. groceries به معنای مواد غذایی. چند تا مثال دیگه با این ساختار. I need to sleep early. من نیاز دارم که زود بخوابم. I need to talk. من نیاز دارم که حرف بزنم. She needs to finish her job. اون خانم نیاز داره که کارش رو تموم بکنه. He needs to eat more vegetables. اون آقا نیاز داره که بیشتر سبزیجات بخوره. ساختار سوم که به شدت پرکاربرده، برای وقتی که میخوای بگی مایل هستم که یه کاری بکنم. از want مؤدبانه تره. باید بگی I would like to یا would رو مخفف کنی بگی I'd like to. مثلا I would like to book a table please. I would like to book a table please. book به معنای رزرو کردنه. من دوست دارم که یک میز رزرو کنم لطفاً. I would like to book a table please. من دوست دارم که یک میز رزرو کنم و لطفاً رو هم آخرش میارین که مؤدبانه تر بشه. چند تا مثال با would like ببینیم. I would like to order chicken. من میخوام که سفارش بدم مرغ. order به معنای سفارش دادن. She would like to buy new shoes. اون خانم میخواد که کفشای جدید بخره. و مثال بعدی they would like to dance together. اونها میخوان که با همدیگه برقصن. together به معنای با همدیگه. ساختار چهارم I like to هست. دوست دارم که یک کاری رو بکنم. به عنوان یک عادت یا علاقه گفته میشه. باید I like to رو بیارین فعلتون یا فعل با ing. مثلا I like to read books before bed. من دوست دارم کتاب بخونم قبل از خواب. خب چند تا مثال با این ساختار ببینیم. I like to drink coffee every morning. من دوست دارم، عادت دارم هر روز صبح کافی بنوشم، قهوه بنوشم. هم میتونم فعلم رو ساده بیارم I like to drink بگم، هم میتونم با ing بیارم مثل اینجا She likes walking every night. اون خانم دوست داره هر شب راه بره. یا He likes playing piano. اون آقا دوست داره پیانو بنوازه، به پیانو نواختن علاقه داره. They like to talk together. اونها دوست دارن با هم دیگه حرف بزنن. پس هم میتونم like to بیارم و بعدش فعلم رو ساده بیارم، هم میتونم like بیارم و فعلم رو با ing بیارم. دقت کنین اگر she و he و it باشه like باید اس بگیره. ساختار بعدی برای وقتیه که میخوای بگی یک چیزی و یک کاری رو بیشتر دوست داری، عاشقشی. I love to. عاشق این هستم که بعدش هم فعلمون باید ساده بیاد. I love to travel to new places. عاشق این هستم که به مکانهای تازه سفر کنم. Places به معنای مکانها، travel هم یک فعله به معنای سفر کردن. خب چند تا مثال با این ساختار. She loves to sing a song. اون خانم عاشق اینه که آهنگ بخونه. sing به معنای آهنگ خوندن، song هم آهنگ. sing a song یعنی اون خانم عاشق اینه که آهنگ بخونه. He loves to tell a joke. اون آقا عاشق اینه که جوک بگه. I love to speak English. من عاشق اینم که انگلیسی حرف بزنم. They love to have party. اونها عاشق اینن که مهمونی داشته باشن.
حالا ساختار بعدی برای وقتی که میخوایم بگین از یه چیزی متنفرین، بعد از I hate to استفاده کنین و بعدش فعلتون رو بیارین. مثلا I hate to wake up early on Sundays. من از اینکه یک شنبه ها زود بیدار شم متنفرم. Sundays به معنای یک شنبه ها. دقت کنین که تمامی روزهای هفته با حرف اضافه آن میان. چند تا مثال دیگه اگه بخوام بگم I hate to clean the house. از اینکه خونه رو تمیز کنم متنفرم. She hates to be late. از اینکه دیر برسه متنفره. be اینجا فعله. It hates to stay inside. اون از اینکه تو خونه بمونه متنفره. میتونه اشاره بکنه به حیوانات خونگی که از اینکه تو خونه بمونن بدشون میان. حالا این رو میتونین با ing هم بگین، اما اگر خواستین با ing بگین دیگه to رو باید حذف کنین. مثلا میتونین بگین I hate to work. من از کار کردن متنفرم. I hate working. من از کار کردن متنفرم. چون working اومده دیگه to حذف شده.